مگر فکر کرده اید که کیها با ما حق گپ زدن دارند؟ دوست، رفیق یا یگان کسی راه گذر؟ البته پدر و مادر. حق پدر و مادر گویی اگر پیش از قدم به عملی گذاشتن باید گشته و برگشته فکر کنی. مرا میکشد. گریز پسرم چی ایستاده ای؟ سیده رو گیرو گریز. مادر سرده جان با کجا مادر؟ ایستید مادر جان نروید مادر بیرون نبرو اما کم تو رو میکشم. این دروغو رو بینیده؟ نمیدارم گفته به ما دروغو. مگر نمیدونستی؟ چی شد حمزه؟ به ایش کدیلت سوخت؟ حمزه قربانت شوم، دلت به پسرم نمیسوزد. یک طرفی است. حمزه به خاطر رسوایی گذشته برای ایمان شده پسرم رو نابود نکن. قربانت شوم حمزه. سرده مرا عمر. سرده آروم شو میگویم. سرده میگویم. سرده اگر با بیرون برای امکم تو رو میکشم یک ثانیه هم فکر نمیکنم. مادرم رو به دست آنها میدیم. سرده میگویم. با خوله هوریا هیچ چیز نمیشود. به نام خدا وضعیت رو بسته نکن. چرا ایستاده ای حمزه؟ این زرد در رو برای من همین طرف گپ زده نیستد. نفری که دختر داره دزدیده است پسر همین زن است. حمزه بس کن. از پیشمان یک طرف ایستا. داغم او رو گریسته از اینجا بر. غم نخورید ینگه، او به ما مانع نمیشود. هم از پسرش و هم از کمک کننده هایش خلاص می‌یابیم. همین خیلی اشتده که سرده جون کاری اینها را به انجام رسانده باشیم. رفته حمزه چی باز نکن حمزه، به حرمت خدا رحم کن حمزه. عیبی من شد. اگر من یک خیلی نمیکردم عمر زودتر رفت و کمک میرسانید. جانی هیچ کس در خطر نمیموند. اما جان خودت رو اینقدر گناه نکن دخترم. جانکم گریه نکن. دعا کنیم که یکون چیزی بد نشود. خطای من بود. خطای من. قربان راست میگفته است. دیدن فلاکت است. خدای من چی کار کردم؟ ای سیر اسیری توست. وقتی که گفتی تو اسیری سیر خواهی شد. تو خطای کلام کردی. های مردم بینگرین ببینید نبیره های من دکتر شده برگشتن. فخری من، دولت پیری من. های مردم ببینید این نبیره های من. خیلی نگوید ما شرم داریم. آفرین عمر جان آفرین. کمی آیسته برادر. زبان در دهان پاسبانی سر است. خدا در پناهش نگه دار. خدایا من چیکار کردم؟ با عائله‌ام چیکار کردم؟ از قهر حمزه بچه ها رو نجات دادنم در کار. آنها رو نجات دادنم در کار. پدر از برای خدا چیکار میکنی؟ بابا جان به جایتان شینید. بابا جان به شما چی شد؟ پدر به شما چی شد؟ پدر زودتر رو خوب بانیدن لازم. پدر بابا جان پدر سرما آهسته اما جان کمک کن. التماس بابا جان پدر به شما چی شد؟ آهسته پدر جان به شما چی شد؟ گم زدی داخل پدر. بابا جان مرا میشنوید؟ بابا جان اما شاید بابایم سکته دل شده باشن. زودتر یوهی تجیه را دعوت کنید. زودتر بابا جان شو آرام شوید. غم نخورید. همه‌اش خوب میشود. خدا جان بابایم را از ما نگیر.
در اینجا نیستم. بیا سیده بیا. التماس هارون نایستا بیا رفتیم. وقت را نگیر بیا رفتیم هارون. در کجایند آنها؟ در کجا هستند سگ؟ گپ زن. چیزی که شد آمک. آنها گریختند. اکنون نه جیانم هستی و نه خویشم. اگر در کجا بودنش را نگویی در همینجا میکشمت. اگر خواهید انتظار نشوید امک پرانید. شما را برای از یک گناهی وزنی نجات دادن آمدم، اما مادامی که اینقدر گناه گرفتن میخواهید مانع نخواهم شد. کشید این مار را اما کشید. او از پشت به ما کارت زد. بگذار جزایش را بیند. شما نتوانید. من میکشم. این خائن را از اینجا زنده برآمدن نمیمانم. اکا پدرم. با بابایم چی شده است؟ پدرم را با بیمارخانه بردند. این کار تمام نشده است عمر. باز خلاص یافتم گفته خرسند نشوی. اکنون دشمن تو برای من دوست می شود. رفتیم. باز رها شدی. اما دفعه آینده تو را حتما میکشم. چی حال دارید خاله هوریا؟ خوبم عمر جان. خونی پسرم نریخت. خوبم. وضعیت بابایم را دیدنم در کن. بعد از پس هارون و سیده می شود. رفتیم. کجا شدی فکرت جواب ده. شفا یابید پدر جان. به خدا ما را ترساندید. شنیدن زمان آمدیم پدر. زود شفا یابید. بابایم باید استراحت کنند. او را کمی تنها گذارید. شفا یابید پدر.
همش خوب می شود بابا جان. کمی خوب کنید. اینقدر زیق نشوید افا. شکر خدا حالشون خوب است. با بابایت چی شده است دخترم؟ یگان چیزی مهم نشده است انشالله. دل بابایم زد. همش می توانست از این بدتر شود. از دهانت شمال برد دخترم. خدا نگه دارد. پدرم بیماری دل نداشته بودند. یک ماه پیش از تشخیص گذشته بودند. نداشتند. لیکن اکنون با عیب شما دارند. چه گفتنی هستی؟ دخترت راست میگوید. چرا نفهمیده حمزه؟ بگو. یگون دهتان پدرم رو گوش نکرده. در این 39 سال او را چقدر غم داده. طاقت نکرد آخر. دلش نبرداشت. حیف شما. گوش کن حاضر وقتی جنجال نیست. مهمش حیات پدرم در خطر نیست و همون شفای کامل. بیا اکر رفتیم. حساب جون بس. بیا کی میداند وای سگ دختران را به کجا برده است. او را از دست ندهیم خوب می شود. او من را از دست دادیم خوب نشد. او انیق جای آنها را میداند. اگر او به ما نگوید میکشیم او را. آخر خودمون کبیم او را نمیابیم. داغان حتما یکون راه پیدا می شود اما حالا علاجش رو می یابیم. هارون کمی دم گیریم. قوتم نمونده است. مایلش بیا در اینجا کمتر شینی. گذار اینجا شین. دام کو بچه چقدر راه مونده است هارون. هوا خیلی خنک شد. عمر گفت که 1 ساعت راه است. لیکن به فکرم نزدیک شدیم. تو غم مخور. احوالمان را بین. چی لازم بود همه این؟ 2 نفر یکدیگر را دوست داشتن گفته تمام محله به پای خیست. هارون در آنجا کسی هست؟ دستم رو گزید. زحمت خیلی بد است. التماس هارون زود به یگان بیمارخانه روید. نمیشود. به محل رفتن نمیتوانیم. اما خیلی خوفناک است. از این بدترش را دیدم سیده. اکنون راه رو دوام میدیم. نباشد در اینجا فرو که پرنده ها میشه. خدا خواهد همش خوب میشود. انشاءالله پگاه به خانه برگشته استراحت میکند. شکر خدا از این بدتر نشده است. معلوم است که دلش همه این را نبرداشته است. نبرداشت پسرم. دلی کی میبردارد؟ بعدی آن که فرزندی خوب به وی میرسانی در دمی پیری به جای راحت از آنها غم میبینی و به بالای همه این باز ای خدا بخیر کند. نتیجه های سنجش دل تیار است. بله گذر پسرم. آرام شو بیا. سیده و هارون چی کار کردم؟ در کجایند؟ خیلی خبوترم. همش خوب می شود اما من روم. مایلش پسرم. من با روبیا میمانم پسرم. در اینجا او رو همراهی میکنم. مایلش خاله هوریا. سحر بر وقت می آیم.
آنها خوبن سرما. حاضر در کلبچه بالای کوه میباشند و نزدشان رفته کمک میرسونم. سرما از تو بخشش پرسیدنی هستم. مسئله حیاتی هارون بود. تو درست رفتار کردی عمر. من باشم خود پسندی کردم. تنها خودم رو فکر کرده قریب بود که جان اونها رو در خطر میگذاشتم. برای ما خوب نشد البته. اکنون امکم مرا از دشمنش هم بدتر میبینم. تیر از کمان برآمد. اکنون غیر از صبر دیگر چاره‌ای نداریم. انشاءالله همش خوب میشود. من همه وقت برای این دعا میکنم. اکنون روم. شب خیلی دراز بود. شب خوش. به تو هم عمر. سایده بیدار شدی؟ بیدار شدم هارون. بیهوده رو. خنک خوردی با فکرم. خیلی سخت خنک خوردم. تو هم خنک خورده ای. تو سحر در هیزون خونه راحت نخوابیدی. من یکم شکایت ندارم. زخمت در نکند. نه سیده جان. هارون یک روی نکن. بیا به محله برگردیم. با یگون دکتر زخمت رو نشان میدیم. اگر وای صد دیوانه باشه چی؟ برگشته نمیتونیم سیده. گوش کن سیده. ما این روزها رو با فرزندانمون با غرور نقل میکنیم. برای شکممون چیکارهای کردیم میگیم. حتی نبیره هایمون میفهمند. هارون چرا اکای عمر زنگ نزد؟ اگر نوایه چی؟ هارون خوبید؟ خوب کوشش میکنم که هر چیز زودتر آیم. به یگان چیز احتیاج دارید؟ مایلش میارم. دکتر من حسابات رو آوردم. گذار. شما باز به یگان جای نروید. مرا انتظار شدید. فهمیدم. فکرتون رو دیگر نکنید. من اومدم گپ بزنید. باز یگان بیعقلی نکنید. فهمیدید؟ همشیره لامای دکتر در کجاست؟ صدا من رخ داد. در قبولگاه زخمی ها زیادن. فهمیدم. من به دکتر خبر میرسانم. دکتر در قبولگاه شما را زخمی ها انتظارم. با فکرم به صدمه دچار شدم. دیگر یگان دکتر نیست مگر؟ دکتر نوادار در عملیات جراحی است. این خیلی باشد میروید. اکنون با من خیلی نزدیک هستی. خنک خوردی. تشکر. اکای عمر است؟ بله لیکن در کجا بودنمان رو میپرسد. نوکه گپ زدیم. شاید فهمیده نیست که ما تا حال در همین جا هستیم یا نه. شاید. زود جواب نویسم. بپرس که کی می آید. در کلبچه بالای کوه هستیم. کی میایی؟ غم نخورید.
زود میایم. همشیره لبای زخمی های سلامه در کجایند؟ چقدر صدمه دکتر؟ با اینجا یگان زخمی رو نآوردند. وای در راهرو یک مرد زخمی با من گفت. مایلش هیچ گرنی رفتن اندر کن. تو در اینجا چیکار میکنی؟ با تو چی بیتار؟ اینجا بیمارخانه نیست مگر؟ برای به اینجا آمدن از تو اجازت بگیرم؟ ما در کلبچه بالای کوی داغان همین تو نمیرسیدی. داغان کجا شتاب داری؟ جای سیده و هارون رو فهمیدم، اما باز به هیچ کس گپ نزنی. چرا با ما که همزه هم خبر نمیدی؟ خبر دی؟ فراموش کن. به محله در یک دستم سیده، در یک دستم هارون برمیگردم. ممکن از این زیاد هم شود. قهرمانی باشد چرا پیش از پاده چنگ بردارم. وقتم را نگیر، در را پوش. مرحمت اگه همزه یک چای گرم میشید. تشکر. خدایا توبه. بالا ریکور. موی سرم رو دیگر نمود کردم. در حیاتم همه چیز یک رنگ است. اقلا مویم دیگر نمود شود. لابای دینا شب صدای تلفنم رو پس کرده بودم. زنگ زدنت رو نشنیدم. تو مرا کی گمان میکنی؟ بگوی فکرت کنیزکی خونت. من زنی نیستم که کدام وقتی که خوی زنگ میزنی نخوی فراموش میکنی. با من دیگر زنگ نزن. تو مرا نفهمیدی ایشیل. الو سلاح حالا خدمت میکنه. هارون جواب ده. جواب ده هارون. خاموش نایست. هارون جواب ده. فرزندهایمان کلان شدن به اینجا میاریم. به این کلبچه، به این درخت نگاه کرده برای شکممان چیکارهایی که کردیم میگوییم. هارون تلفنت زنگ میزند. اکی عمر در کجایید؟ من در راهم میآیم. شما در کجایید؟ مرا گوش کن. داغان جایتان را فهمیده است. هارون
هارون الو اکای عمر. یا خدایا تلفنم خاموش شد. همینش نمیرسید. اکای عمر بود چی گفت؟ داغن جویمان رو فهمیده است. دیگر هیچ چیز نگفت. قوه تلفن تمام شد. رفتیم. وقتمون کم است. داغن است. گریز سیده گریز. من شما در کجایید توتی های عاشق؟ حیات همین است گلشن. تو راه گشتن میخوای وای میدارد. تقدیر است اپا. اما تو هم او رو فراموش نکن. برای از این باطلاق رها شدن یگانه راه به فکرت و شوهر برآمدن است. نمیدونم گلشن. حیرانم. رئیس مرا به نزد میزها رو میگوید. خوب فکر کن اپا. نگاه کن. حیات برای تو یک شانس داده است. از آن استفاده بر اپا. دکتر را شنیدید پدر؟ حتما باید استراحت کنید. من اول این در رو کشویم باز از پستون محکم میکنم. گوش کرده باز خوابتون نبرد پدر. از همین سبب هانا کشودم ها. یک چند خوابیده راحت میکنید. لباسشون رو برار. دخترم از هارون و سیده یگان خبر هست؟ شما در این باره فکر نکنید پدر. یگانه چیزی که به شما لازم است این سلامتی. راست میگوید پیام. اگر یگان چیزی بد میبود کیهو خبرش به ما میرسید. هوریا خواهرم اینقدر زیق نشو. همش میگذرد. نمیگذرد رودیا. یگان چیز نمیگذرد. کی میدونه آنها در کجایند؟ چی میخورند؟ چی مینوشند؟ از دستی حمزه خلاص میفته باشند. میترسم رودیا باز با آنها آسیبی نرسد. خدا بزرگ است. مایلش من میروم. حمزه آید مرا اینجا بیند باز آتشین میشود. اینجا خانه او نیست که آتشین شود. و این کار و این به ادب خاتمه دادن در کار. توشین من حاضر می آیم. سعیده دختر من از خانه گریخته است. اکنون باقی راه نیست. نخی نگویده که پایان شب سیاه سفید است. البته پیدا می شود. به خانه‌ات راه نمیدهی حلیمه؟ البته مرحمت. چی من تو رو دعوت کردم؟ قرضایم را باید سپارم. چخیلی که میگویند کاری امروزه را با فردا نگذار. میلش به من اجازت.
تا امروز کمتر هم باشد به تو حق گپ زدن دارم یا نه حمزه؟ تو اینجا برای پرسیدن آمدی همینطور نه؟ از تو میپرسم به گپ زدن حق دارم یا نه؟ البته حق داری، آخر خواهرم هستی. مادامی که اگر حقم را حلال کردن خواهی عقلت را کار فرمایی و کمتر فکر کنه که این کارت حیات پدرم را در خطر موند. اگر باز همین خیل دوام دادن گیری از پدر نیو از دختر هم میمانی. جانی کسی را در خطر نگذارو، تعقیب را بس کن. این گپا را با من نیام، بلکه به وی سگ میگفتی، فهمیدی؟ وی سگ کی است که؟ هارون چیکار کرده است؟ از غریب یگان ناحرمتی دیدی؟ نه می نوشد او، نه قمار بازی میکند. او را از کی کم دیدی که این خیل به خود دشمن گرفتی؟ خوب فکر کن که، خوب فکر کن که باز پشیمان نشوی. سرت در نکند حمزه جان، تو همیشه با راه راست میرفتی. چی کاری کردیم؟ برای دختری خودمون کردیم. همین طور نه حمزه؟ همینطور. هر کاری کردم برای دخترانمون کردم، اما در این اویله بعضی ها تو رو نمیفهمند. اونها مرا نمیفهمند گفته تو از راه راست میبروی. البته نبرو حمزه. با فکرم این خیل هم نمی شود حلیمه. تو بعضی خش و تبارت را اقربا میگویی، لیکن اونها اقربا نه و اقرب میباشند. همه کیو چی بودنش را خوب نشان دادند. اولاد را دو تقسیم کردند، از یک طرف عمر، از طرف دیگر ما. اونها ما را آرام نمیگذارند، برای ما را نابود کردن به همه کار قادرند. شاید تو راست میگویی حلیمه. یک عائله بزرگی عدالگی ها دو تقسیم شده است. آن را عائله گفته هم نمی شود. داغان زنگ نزده است؟ نه، زنگ نزده است. زودتر سیده، زودتر. سیده، سیده خیز، خیز سیده، خیز. از این طرف بزن. آروم شو، گوش کن. در نزدیکی یک غار است. دریا داری؟ در کودک اونجا بازی میکردی. تو آهسته آهسته اونجا را، فهمیدی؟ من با اون طرف رفته دقت داغان را به خود جلب میکنم. در اونجا وا میخوریم، فهمیدی؟ اونجا وا میخوریم، بیره. مستری آهنگر، تو میدانی خودت را با کی برابر میکنی؟ بیفایده مرا خسته نکن، در آخر با دستم میافتی. استا آفرین به تو کیرمیلای خورک. آفرین، خیلی جسور بوده ای. اما اکنون راه تمام شد.
نمیخواهم دخترم. مگر گپی دختر رو فراموش کردید؟ چرا هیچ چیز نمیخورید؟ نمینوشید؟ مرحمت امکی قربان. تشکر خواهرم. او رو مادرش برای تو تولد کرده از موسفه. چرا این خیلی میخوندی تو؟ این چی احوال است؟ به حج میروم گفته اینقدر ناز میکنی؟ از همه اینها خلاص میابم گفته خرسند هستی مگر؟ به حضور عشق از همه نزدیکم میروم گفته اینقدر سروسیم است. قربان، این فکر از کجا؟ ببین، فرزندهایم مرا به چه حال رساندند، حالا باشد طاقت دیدن آنها را ندارم. شاید این جزای خطاهای من که نافهمیده کرده باشم. گوش کن مصفید، اختیار در دست اوست. مال و ملک، فرزند همش امتحان است. قربانی همه شوم. انسان اکرامی خداوند است، یعنی امانت است. همین طرح نی؟ امانت در دست کسی باوری ناک امین میماند. خدا تو را در راه نگذارد. چه خوب گفتی. امانت چی می شود؟ خیلی خوب محافظت می شود. اگر بجز خدا صاحب دیگری هستی برای چلاق میخوری. فهمیدی؟ میفهمم قربان. من صاحب مال و صاحب فرزندها شدم، اما به نفسم صاحب شده نتوانستم. آرزو داشتم که فرزندهایم لجام نفسشان را دارند. در نصیبت چیزی باشد همان را باید خواهی. اگر یک چیز را به زوری خواهی چی می شود؟ اطاعت نکنی بسیرت چی می آید؟ اگر به زوری خواهی طلب امتحانم به زوری می شود. انا بعد از این خیسته توانی بخیست. قربان، آخر انسان همیشه می خواهد. خواستن یک وظیفه انسان است، همین طور نه؟ بله. کسی نمیخواستگی هست مگر؟ این طور باشد اینقدر امتحانی سخت برای چیست؟ کنی دهانتان رو کشوید، گلویتان رو بیار. حاضر دیده بودی دخترم؟ دیده بودم مگر مایلش. خوب ببخشید. برایتان دورو می نویسم. اگر بهتر نشدید التماس باز به اینجا آیید. تشکر زیاد. شفا یابید. داغن هارون و سیده را پیدا کرد. در دستش سلاح آنها را میکوبند. من هم آنها را میجویم. بعد گپ میزنیم. این چی معنی دارد عمر؟ خدایا، حال اونها چی میشده باشد؟ تو هیچ ابراهیم ادهم را شنیدی؟ چرا نه قربان، آن آدم خوب را از تو هم زیاد شنیدم. انسانی که از روش نور میبارد، دلش صاف. یک روز در کعبه به عبادت مشغول بود که ناگاه پسری نغز دیده اش را که چند سال باز ندیده بود وا میخورد. فهمیدی؟ دلش آب میشود. از شوق پسر را محبت به آغوش میگیرد و پدر و پسر حسرت هجران چند ساله را میبرارند. ناخواست به گوشش از غیب آوازی میرسد، اما سخنی عادی نی. ابراهیم، در یک دل دو عشق نمی گنجد. این چی معنا دارد؟ گوش کن. خدا بزرگ است که رحمت را خورده است. صاحب و پرورده زیبایی خدا است. برای همین خداوند زیبایی را دوست می دارد. اگر به زیبایی نیازهای خود را مانی چی؟ پس همش ویران می شود. نپرس چه خیر ویران می شود. نپرس. مثال اگر به قلب سوزن در آید و جای سوزن باز باشد چی می شود میدانی؟ دل می سوزد. همین طور نه؟ در عشق اگر خدا نباشد و مثلی که سوزن در درون دل است. شکر و شربت به دهانت.
تو خلاصه برآمردی. عارف شدن دیگر است جانم. استغفر الله استغفر الله. واحد چیزی که خواهی خواستن گیر، اما اول به وجدانت خودت را سنج و پرس رضای خدا در کجای آن است. فهما قربان، پس حل این کار در کجاست؟ قربان قربانی تو شود واحد. تو به حج می روی کو؟ کعبه به مانند مادر است. نفرانی که در اطرافش گیر می آیند به گوشت هر چیز می گویند. تو گوشت را محکم کرده، تنها او را گوش کن. اعراف در عرفات است عزیزم و جای عارف شدن است. در عرفات سرخم میکنی، بین کعبه و مسجد مینا سر میبرداری. آه مینا، آه مینا؟ بله مینا، آن جای دوست داشتگان است. به مانند آدمی که به مکه یعنی به نزد دوزنده میرود تا لباس دریدش را تعمیر کند. درخت پیر خم میشود، آیا در این سن و سال از عهده‌اش میبرایم مگر؟ این خیل میشود مگر؟ این خیل میشود مگر؟ استای دوزنده 30 سالی مشتری را نگاه میکند یا که لباسی آوردهش را؟ درست. حق توبه کردن را از پیران سالان برداشتن که تو چنین میگویی؟ دعا کنیم که خداوند برای آمرزش به ما فرصت دهد. خدا برای دادن راضی است. تو برای خواستن آماده ای؟ آماده ام قربان. در آخر یک چیز را پرسیدن میخواهم. کنی بپرس. در منزل خدا جایت را دانستن میخواهی؟ البته فهمیدن میخواهم، بگو. این خیل باشد جایی را که برای خدا در دل جدا کردی ببین. هارون در کجایی؟ مرحمت حمزه. کنی گبزن حمزه، باز چرا زیق شدی؟ دخترم مرا شرمنده کرد حلیمه. سر مرا خم کرد. با بیرون برآمده هم نمیتوانم. در فکر موندم حلیمه. چیکار کنم؟ چیکار کردنم را نمیدانم. حمزه، سعیده و هارون حالا دور نرفتند. فرصت داریم. نگاه کنید کی به دام افتاد. بیفایده شکار نمی کنیم. همین طور پاره آهن. درایید. درایید مرحمت. دخترم، با تو صحبت کردن میخواهم. گذشته شنید مرحمت. چی گفتن میخواهید؟
دخترم من خطاگی های زیاد کردم. انا اکنون جزای هم را دیده ایستادم و دختری بیچاره هم جبر کرده. اکنون خیلی پشیمانم. هرگاه به یاد میارم درونم میسوزم. چیزی که شد اکنون گذشت. انشالله سعید خوشبخت میشود. اکنون غیر از دعا دیگر از دست ما هیچ چیز نمیآید. آخر هنوز او کودک است. از او سیر نشده از دست دادم. در دستی بیگانه ها در جای های ناشناس چی کار میکنه؟ آه بی عقلکی من با این کاری کردگیم چطور زندگی کنم سرما تو سعیده رو برنگردانم. آرام نمیشوم. اگر جایش رو دانی به من بگوی دخترکم تا او رو با چشمانم ببینم. التماس دخترکم. کم در پس انداز دارم. برای خوشبختی او میخواهم صرف کنم. اگر جایش رو دانی به من بگوی هدرت رو میفرستم. دوست دروغگوی مرد حتما شما را کافتنی می آید. حیف. در وقتی آمدن تیر دلی او را هم خونالود می کند. نگاه کن. شما برادر شیری هستید. اکنون برادر خونی می شوید. بعد است جواب کارهای کردت رو میدی تو خان. یک به یک. گپی خون رو شنویده از تر چک خلطه گشتی. آهنی زنگ زده. گوش کن. اگر جای سعیده رو گپ زنی جانی هیچ کس در خطر نمیموند. تو چقدر آدمی پست بوده ای. با ما کمک میکنم افته ما رو فروختی. این کاری کردت رو فراموش نمیکنم. جای سعیده رو باشد هیچ وقت نمیفهمی. هیچ وقت نمیگویم. میکشی 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 میکشم تو رو میکشم تو رو میکشم نمیگویم میکشی گپ زن دخترم. مرا این قدر عذاب نده. سعیدم در کجایی نباشد رفته بینم کمک رسانم. در کجا بودنشون رو تو میدونی. گپ زن. ببخشید مادر جان. گفتن نمیتوانم. تا آنها خوشبخت نشوند و هیچ کس چیزی نمیگویم. حالا همین تورگوی تو خودت را کی حساب میکنی؟ از پدر و مادرت بالایی مگر؟ این چی ناپسندیست؟ حاضر در کجا بودنی آنها را میگویی؟ مرا عصبی نکن. گپ زن. وای حشرات دخترم را به کجا برد؟ از من در باره سعیده هیچ چیز نمیفهمید. بیفایده خودتون رو خسته نکنید. گفزان لعنتی نباشد بکشم. در کجا سعیده؟ گفزان لعنتی. این دختر در کجایی که نباشد تو جایش رو نگویی هم دیر یا سود او رو میابم. فهما؟ مادامی که دهانت را گشودن نمیخواهی درست دهانت را خسته نکن. در آن دنیا در وقتی پرسش سازی می شود. چه خیل؟ این آهن به مانند آهنهای فروخته تو نیست، اما خنوکش یخیر است. خودت میدانی.
آخرین فرصتت این است. یا گپ میزنی یا تا ابد خاموش میشوی. هرگز نمیگویم. اگر خواهی بکوش. این خیل باشد. به ادامه آهنگر نقطه میمونیم. چه حال داری هارون؟